سلام، اینم از بند عینکمون که طول کلیش حدود 90 سانته، پهنای این قسمت 1 سانته که دست خودتون رو میتونین بزرگ یا کوچیک‌ترش کنین. این قسمت که مربوط به منجاق و منجاق بر روی اون سوار بشه، سایزش من 8 دهم گذاشتم. اینم به سلیقه خود مشتری 8 دهم گذاشتم و این قسمت رو من وارونه گذاشتم. چرا؟ به 2 دلیل. یکی این که این قسمت رخ چرم میشه. شما وقتی که چرم بخواین، چون این قسمتی که میخواین منجاق بذاریم باید چسب بخوره و وقتی این سمت بذاریم رخ چرم یکم چسب گریزه و خوب چسب نمیخوره. به خاطر همین من پشت کار رو گذاشتم که راحت چسب بخوره و چسبش خوب محکم بمونه. و دلیل دومش هم اینه که وقتی که میچرخه شما استفاده میکنین این بند عینک تو حالا استفاده میچرخه، دو رخش خوشگل باشه، یعنی یه سمتش منجاق باشه، سمت دیگهش رخ چرم باشه. خب حالا شما منجاق این قسمت میذارین، ابتدا و انتهای منجاقتون این قسمت من 2 تا کوک گذاشتم که اینجا دوخت بخوره، 2 تا کوک، و این بستم گذاشتم که شما بذارین روی این قسمتی که دوخت خورده و دوخت رو مخفی کنید. میتونین اینو استفاده کنین، میتونین هم استفاده نکنین. این قسمت هم همینطور و این قسمت هم قسمتیه که قرار عینک داخلش بره، دسته عینک بره و متغیره. شما بزرگ و کوچیک میتونین بذارینش بر اساس سایز اون بند عینکتون.